یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش نگاه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همین هر بیگه ای کار خسته شده میومده که زنش سر میکرده نه آتش وقتش گفتو 5 نفر گفتو نه زن قوت است بالاتر انگیز نگیر کنم چیکار میکنی 15 نفر پول دفتر نوشته قلم کتاب مردک هر روز میاد همین گپا میشنه دلگیر شده است یک اهمیت داره که خانه همسایه با یک زن شوهر نداره گفته هوای من زن دویم نکاح کرده میگیرم ای غروری زن خرید گوره خوش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز سیزه نکنید زن بود بین کرده رفته همه نکاح کرده با خواهش گفته زنک من یک ماه کمانگرافته میرم پاواد به خدا رفته است یک ماه پس اومده دور استوره گفته زنک حاضر کازن پلاژری ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه با همه گفته رفته ما ششم دا فکر کرده با همه پوچ دیگه فکر کرده استوره زنک بالا کوشم بالا کو خیلی فهمیده رفته مردک چی هم میخواد شما چی پرابلم است یعنی چی گپ زنیته یک خانم بروادم اگر کدوم مردک دو زن داشته باشه یک زنش کشد بعد چی هم شما که کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال من تو من میکشی 10 تا گلک سر میموند 12 تا چیکار میکنی دیگه دست خیلی گپ نیست زن گفته گوش کن من نغمام دغماتی تی فهمیدم یک بار دیگه اثر دیوال پر با کازرما براو و دختر همسایه کش پیش من بیو پرامی من نمیشه دیگه این مرداش تو فهمیدن بود من بر وقت فهمیدم تو خاطر گشتم خاطر گذر کو تیز رو مردا خودشون دویده رفته است اونجا بودم کشی خونه همسایه این زنش داد رو باز میبینه باز میبینه یک ساعت یک ساعت اشو درک نیست 3 ساعت اشو درک نیست تا ببینم که چی قدیر کرد بیچاره زنک هم ساعت 2 شب واسه دیوار پاره داشت خونه همسایه که جیم یگم کس نکشته یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان ماندگی بود بالا ماندگی شوهر منم بالا هر جا باشد در بالای بام کشته است میرسون نفهمم گفته بیا بینم بچه‌شو بخونم بعد جگرم کار شود گفته زور زده بالای بام برآمده بیند که حقیقتا یک شوهرش زن دیگه کشته است اونجا کشته است تو این میگویی بیزه کشته است تاجیکی یا نامزن بیلو عشق شرط بوسو بیسی اوسو شکم نمیزنم شما الان که فهمید چی کار رسید اونجا این زمان دیده پیر خری شد بریزه 6 ماه گم بدی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی به بیرکشی تو یک مرده که دیگر نیش کریستونه که زنش در اومده هم مرده تنجی به هم تنجی از چی باریش میگیرید؟ خریش میگیرید از چی باید 3 ماه شد گرفته این روز میگیرید؟ او خیلی گرفتم نه شما یگان بالا داره یگان اویمی نو یفتگی نه آخی چی کب رئیس ما گفت که ای پگارش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیستون گفته باشد دردی بخیر مایلش گیرید نیک خدا نکنه یگان اویم رفته باشه بنزین کردی گفته پجر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگه فکر کنی موضوع خونه رو میزنم به چی فهمونم که ای باورش نبرم مثلا خیانت نکردم یگان اوی من نیفتم نگادش دگل کدیل جگر او خوردگی وای با بگه خونه با آمدش تنگ زنش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونست که میبخشه من از زنش ملایم خودوک یه روز خوراک میگه 2 روز دیگه فراموش میکند تو از اگر هم گویا که خودم باشه با جنگ جنجال ده خوبش اكو ای بالا هزار تکو نه زنک جون ما خود نمیخورم این زن تاجیک چه شما به بالا ریش نگرفته خالی کدام زنک رفته سیر کرده رای کرده چند